بله من هم در همین باره میگویم. ای دخترک زیبا، شاید مصلحت میکنه. گلچهره میشه بعد من بدتر به تو زنگ زنم گپ زنیم. ببخشید ماشین رو بیرونیم. ساعتت چند است؟ ساعت 5:30. و من این ساعت رو نمیگویم. کدام ساعت رو در نظر داری؟ نفهمیدم. ساعت خودت رو میگویم. تو مرا کی گمان کردی؟ چه خیلی کی گمان کردم؟ و خودت دویده اومده با ماشین سوار شدی. من گمان کردم که شما تاکسیست هستید. ماشین رو من کن. خب وگرنه پلیس رو جمع میزنم. در اینجا پلیس نیست. انا در آنجا پلیس ایستاده است. او سوختور خاموش کمک است. چشمانت کور است مگر؟ با لباسش نظر کن. معلوم می شود که تو با لباس نگاه کرده کس رو میشناسی ها؟ ببخش من هم با لباس تو نگاه کرده گمان کردم که شما چی صد میگویید؟ شرم کنید؟ من هم از شرمم میگویم اخی. اون دختره که در نزد پلیس هست میبینی؟ بله میبینم. کیست تو؟ همشیره شوکت. از او کی بودنش رو نپرسیده تنها با لباسش نگاه کرده میشناسی ها؟ اکنون خودت بگو من با لباس تو نگاه کرده تو رو کی گمان کنم؟ تنها من چون این لباس میپوشم؟ ای هم قدم زمانه میشوم گفته هم قدم بدبختی شده ای. مادری تو بی تو همین خیلی لباس میپوشیدن. خواهرم تو مرا درست میفهم. من از آن مردانی زنکباز و ناپاک نیستم. اما تو رو در چنین لباس دیده مخصوص آمده ایستادم. هر یک دختری تاجیک برایم خواهر است. اگر تو هم دختری تاجیک باشی پس به خودت لباسی مناسب بپوش. مثلا روی پوش تلفن با تو چی در کن؟ چرا اون رو خریدی؟ آخه تلفنم قیمت بها است نمیخواهم بشکند. چی؟ آن از تو هم گران بهاتر است. اگر تلفنت شکند نوش رو میخری. ولی اگر تقدیرت شکند چی کار میکنی؟ انا برای همین خواهر جان طور تلفنت رو احتیاط میکنی بدنت رو نیست همین طور احتیاط و محافظت کن. فهمو؟ اکنون بیرا. با شما کدام نمونی لباس رو محبوب؟ این تا لباسی ملی. اگر پسر را تربیت کنی جمعیت را تربیت میکنی. اگر دختر را تربیت کنی ملت را تربیت میکنی.